جاده‌ای در امتداد دانشگاه هنگ کنگ وجود داره که داستان تاریکی پشتشه. میگن یک دختر تازه وارد به طور غیرقانونی با دوست پسری سوار قطار شده بود و وسط راه وقتی میفهمه پلیس داره مسافرها رو تفتیش میکنه، به خاطر اینکه اونو نگیره از قطار بیرون میپره. ولی موهای بلند دختر به قاب پنجره گیر میکنه و پوست صورتش به همراه موهاش کنده میشه. دختر به جاده پرتاب میشه و همونجا میمیره و دوست پسرش از ترس اینکه مجرم شناخته نشه راهش رو ادامه میده و حرفی از دختر نمیزنه. فردای اون شب پلیس جنازه غرق در خون دختر رو پیدا میکنه، ولی این پایان ماجرا نیست، چون مدتی بعد پسری دختری رو تو جاده میبینه که پشتش به طرفش بوده و بی حرکت تو جاده وایساده و وقتی دختر برمیگرده پسر میبینه که اون دختر صورت نداره و بعد تو هوا ناپدید میشه. از اون به بعد خیلی از مسافرها اون دختر رو با همین مشخصات دیدن و کم کم این جاده به جاده تسخیر شده هنگ کنگ معروف میشه.